این عزیزی که یک سوالی کردن گفتن که مثلا یک شیعی آمده گفته که ابن حزم در محلات گفته که در مذهب حنفی ازدواج با خواهر و مادر و اینها جایز است. طلاب علم مانند این برادر، یعنی طالبان علم، منظورم طالبان افغانستان نیست، کسانی که طالب علم هستند، محصل علوم شرعی هستند، از علم باخبر هستند. امروز دنیا خیلی پیشرفت کرده. از تکنولوژی برای دعوت استفاده کنید، از تکنولوژی برای بیداری امت استفاده کنید، از تکنولوژی برای علم استفاده بکنید. من یک برنامه رو امشب میخوام معرفی بکنم، جاش اینجا هست، که ما داریم المکتبه شامله. مکتبه شامله یک برنامه ای است که دوستان عزیز اگر این صفحه رو اینجا نشون بدن، المکتبه الشامله نوشتم، این اولین گزینه آمد، المکتبه الشامله. این صفحه رو دوستان نشون بدن، این مکتبه شامله است. شما میتونید اینجا تنزیل المکتبه، در اینجا برید این مکتبه رو تنزیل بکنید. این صفحه میاد در اینجا، آخرین آپدیتش هم در ماه صفر گذشته بوده. 12 گیگابایت است، 12 گیگابایت است، یعنی هزاران کتاب در این کتابخانه موجود است. من روش کار با این رو خیلی مختصر و سریع برای شما در اینجا نشون بدم. دوستان این صفحه رو داشته باشن، نشون بدن به بینندگان عزیز. ببینید وقتی که شما این مکتبه شامله رو که دانلود کردید، این رو نصب میکنید، رو کامپیوترتون نصب میکنید. بعد از اون مثلا یک شیعه میاد میگه که محلای ابن حزم گفته که ابو حنیفه میگه ازدواج با خواهر و مادر و با اینها جایز است. اوکی. بعضی که نصب کردید، اینجا این علامت ضربین رو میبینید، جستجو است. جستجو در کجا؟ در کتب، در تصنیف، در مؤلفون، یعنی ما میریم در کتب. اینجا می نویسیم چی؟ المحلا. المحلا نوشتیم، اولین کتاب محلای ابن حزم آمد. روش که همین موس رو که ببرید میاد ابن حزم فقه، نویسندش ابن حزم اندلسی ظاهری. بعد از اون همون کلمه که بگید که بخون، همون حدیثی که روایتی که میگی بخون. بعد میگه که مثلا لا یوجد علیه لا حد علیه فی ذلک کله، مثلا این جزئی از اون روایت است. چون اینو به خاطر این میگم دوستان عزیز، من در چندین برنامه این شبهه رو جواب دادم. از 15 سال به این طرف است که بارها در برنامه زنده این شبهه رو جواب دادم. بعد از اون یک قسمتی از اون روایت رو که میگه در کتاب ابن حزم هست می نویسید در اینجا. بعد از اون اینجا سرچ رو میزنید. ببینید در نیم ثانیه برای شما آورد که این در کجا گفته این حرف رو. ابن حزم در این کتابش در جلد 12 صفحه 200 بله میگه اگر یک نفری چه دانسته چه ندانسته مثلا بیاد چی بکنه؟ ازدواج بکنه با خواهرش، با مادرش. بعضی مردمایی که خبر ندارن از دین، تو جنگل‌های مثلا آفریقا زندگی میکنن، یا هر یه اتفاق بیفته، همچین یک اتفاقی بیفته. اینا نظریات فقهی است و بیشتر این نظریات در مذهب حنفی است، چون مذهب حنفی به یک سرزمین‌های بزرگی از امت اسلامی صدها سال حکومت کردن. هند، پاکستان، افغانستان، سلطنت عثمانی، مثلا امپراتوری عثمانی کلا مذهبشون حنفی بوده. و دارالافتاء داشتن، علما داشتن، مدارس داشتن. به خاطر که کار مردم آسان بشه، اینا می اومدن اگر همچین اتفاقی بیفته چیکار باید کرد؟ اگر همچین اتفاقی بیفته چیکار؟ بعضیش خیلی خنده‌دار و مسخره هم هست، اما این فقه است. این یک فقه پویایی از فقه حنفی که نسبت به بقیه فقها مذهب امام ابو حنیفه از نگاه فقه خیلی پیشرفته تر، خیلی وسیع‌تر، خیلی تألیفات خیلی یعنی شما تصور بکنید هیچ مذهبی از مذاهب اربعه به اندازه مذهب حنفی در باب فقه وسعت دید نداره. آمدن نظریات، مثلا به طور مثال یک نظریاتی که واقعا برای بعضیا خنده‌دار است اما متاسفانه وجود داره یا خوشبختانه وجود داره. یک نظریه است، میگه آقا یکی در منزل طبقه مثلا 4 زندگی میکنه، در طبقه 2 زندگی میکنه، در طبقه پایین عمش زندگی میکنه، زلزله شد، این از طبقه بالا مثلا برادرزاده این افتاد و رو عمش افتاد، نخواسته مثلا دخول صورت گرفت،
حالا حکم این چی است؟ شما تصور بکنید این یک نظریه است. زلزله بشه، طرف از طبقه دوم بیفته، رو عمش بیفته، بعد دخول صورت بگیره، آیا این زنا محسوب میشه؟ حکم این چی است؟ چی کار باید کرد؟ نشستن در این باب 10 صفحه نوشتن. با بیکار بودن. من گاهی اوقات میگم علمای احناف بیکار بودن در هند. اوکو سلطنت بود، آرامش بود، جنگ نبود، در ناز و نعمت زندگی میکردن. دیگه نوشتن، فکر کردن این چیزا رو نوشتن. آقا حکم این چی است؟ اینم یک نظر است که اگر همچین اتفاقی بیفته حکمش چی است. میایم متن رو با هم میخونیم. بعد از اینکه نظر علما رو همه رو میاره در مورد اینکه کسی اگر که همین کار رو بکنه، با خواهرش و مادرش و خالش و عمش و محارمش ازدواج بکنه، همه علما به این عقیده هستن که این کار زنا محسوب میشه. میگن و علیه حد الزنا کاملا ولا یلحق الولد فی العقد. این فرزندی که به دنیا میاد به او فرزند او محسوب نمیشه و حد زنا بر او کاملا اجرا میشه. و حسن و مالک و شافعی و ابی ثور و ابو یوسف و محمد ابن حسن و صاحب، همه اینها به این عقیده هستن که چی است؟ این زنا محسوب میشه و حکم بر این است که باید چیکار بشه؟ حکم زنا بر او جاری بشه. اما وقال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذلک. خبیث های، نجس های، حالا بعد میگن توهین نکن. شیعه چه کار میکنن؟ نفاق و دروغگویی که خصلت این است. یعنی جوانهای اهل سنت باید بشناسن اینا رو. بابا جان هرچی اگر یک رافیزی اومد بهتون گفت که در این لیوان شیر است و این شیر رنگش سفید است و شما یقین دارید که رنگ شیر سفید است، حرفشو باور نکنید، برید ببینید، چون امکان داره که دروغ بگه. چون دروغ گفتن در مذهب رافضیگری جز فضایل اعمال است و من در برنامه گذشته براتون نشون دادم. دروغ گفتن، بهتان بستن به مخالفین جز فضایل اعمال است. تبلیغی کتاب دارم برنامه فضایل اعمال. فضایل اعمال شیعه چی است؟ که به دروغ ببند، تهمت بزن، لعن بکن، نفرین بکن. این فضایل اعمال است. الان نشونم میدم خدمت شما این رو. تا همین قسمتش رو میان میگیرن، فقط بعد از اینش رو نمیخونن. میگن که وقال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذلک. ابو حنیفه میگه که بر این انسان حد جاری نمیشه، یعنی حد زنا جاری نمیشه. حد زنا چی است؟ یا ضربه شلاق است یا سنگسار است. درست؟ ازدواج کرده باشه، اگر متزوج باشه، همسر داشته باشه، سنگسار است. اگر همسر نداشته باشه چی است؟ شلاق است. خب بقیه‌شو نمیخونن. بقیه‌شو توی طالب علم سنی باید بری از کتب اهل سنت. حالا این کتاب محلای ابن حزم که در کل افغانستان شاید غیر از علمای بزرگ، کتابخانه و مدرسه‌های بزرگ جای دیگه پیدا نمیشه، چون فقه حنبلی است، فقه ظاهری است، یعنی اصلا نیازی نیست که در اونجا باشه. اما امروز مکتبه شامله رو برای شما زحمت کشیدن. من مکتبه شامله رو ماسیکین رو درست کرده، دوستانمون هستن. یعنی شما میدونید که هزاران نفر از طلاب علم زحمت کشیدن این رو، صدها هزار جلد کتاب رو در اینجا جمع کردن. یک سرچ بزنی همه رو برای تو میاره. پس زحمت بکشید. یعنی غذای لقمه آماده رو دنبالش نباشید، کسی آماده بجوه دهن شما بده که شما بخورید. تا اینجا رو این رافضی خبیث میه به شما میگه، شما باور میکنی؟ میگه بله امام ابو حنیفه همچین حرفی زده. در ادامه چی میگه؟ ولا حد علی من تزوج امه التي ولدته. و حد جاری نمیشه بر کسی که با مادرش که او را به دنیا آورده ازدواج بکنه، و ابنته و با دخترش و اخته با خواهرش و جدته با مادر بزرگش و عمته با عمش و خالته با خالش و بنت اخیه و بنت اختی، خواهرزادش، برادرزادش، عالما به قرابت این منه، اگر که بفهمه که واقعا اینها از محارمش هستن، عالما به تحریمهن علیه، و بفهمه که اینها حرام است بر او. در همه حالتها رو ذکر میکنه. و واتعهن کلهن فالولد لاحق به. میگه که اگر که این کارو بکنه، بفهمه حرمتش هم بفهمه، فرزند به او تعلق میگیره. فرزندش هست. نظر فقهی امام ابو حنیفه هست درباره یک مسئله‌ای که امکان داره به وقوع بپیونده. والمهر، میریم به صفحه بعد که در صفحه بعد چی میگه؟ واجب علی، مهرش هم بر او واجب است.
ولیس علیه الا التعذیر دون 40 فقط، و بر او چیزی نیست غیر از تعذیر. تعذیر میدونید در اصطلاح فقه چی است؟ یکی حکم است، حکمی که در قرآن و سنت آمده. گاهی انسان مرتکب یک جنایتی میشه که خیلی جنایت بزرگی است، حکمی هم در قرآن و سنت نیامده. به طور مثال در قرآن و سنت مثلا هیچ جای حکمی نیامده در مورد اینکه یک نفر کسی رو مثلا با بمب دستی یا با نارنجک منفجر بکنه. در قرآن و سنت در وقت نارنجک نبوده، بمب دستی نبوده. در اینجا قاضی شرع، قاضی حکومت اسلامی حق داره که حکم تعزیر رو بر این شخص جاری بکنه. یعنی چی؟ گردنش رو زدن، شلاق زدن، حبس کردن، اینا همه احکام شرعی است. اما مثلا منفجر کردن با بمب، با نارنجک، این نه در قرآن اومده نه در سنت اومده، چون در اون زمان اصلا بمب دستی یا نارنجک نبوده. پس اگر یک قاضی حکم صادر میکنه که به خاطر که این اون طرف رو با بمب منفجر کرده، خودش رو با بمب منفجر بکنید، به این میگن تعزیر. یعنی حکمی که در قرآن و سنت نیامده باشه، یا حکمی رو که قاضی بر اساس حالت ویژه‌ای که رخ داده باشه تصمیم میگیره که باید چیکار بکنه، در اون صورت چی میشه؟ یک حکمی رو صادر میکنه که مناسب باشه با حالت جنایتی که رخ داده. در اینجا امام ابو حنیفه میگه تعزیر میشه، یعنی قاضی حق داره که سخت‌ترین جزا رو یا هر جزایی رو که خودش به اصطلاح چیز میبینه، شایسته میبینه، در حق شخصی که مرتکب ازدواج با محارمش شده در نظر بگیره. و همین حرف رو سفیان ثوری هم گفته و مفصل در این مورد اومده. بعد این رو بررسی کرده، حکمش رو گفته. بعد از اون این مسئله فقهی است. بعد از اون در آخرش میگه همه اینها علما به این عقیده هستن که و اما کل عقد او وطء لم یأمر الله تعالی به، هر ازدواجی، هر امری که الله تعالی به اون امر نکرده باشه، ولا اباحت بها نهی عنه، و یا حلال نشده باشه یا نهی شده باشه، فهو الباطل والحرام والمعصیه والضلال، باطل است، حرام است، معصیت است و گمراهی است. الان این حکم کجا؟ با اون تهمتی که اون رافضی میزنه کجا؟ پس دوستان عزیز، از کتابخانه شامل استفاده بکنید. هر شبهه‌ای رو که یک رافضی میگه در اینجا ببینید، میتونید که مثلا اینجا هر چیز رو انتخاب بکنید. مثلا همه کتب رو ببینید، اختیار الکتب و همه کتاب ها رو میتونید انتخاب بکنید. الغاء الکتب المحدده میتونید. یعنی یک کتابخانه ای است که واقعا شما رو از بحث و جستجو در کتابخانه های ورقی اینو بی‌نیاز میکنه. فقط کافی است یک کلمه رو بنویسید در هر کتابی که وجود داشته باشه، برای شما سریعا میاره و میتونید که خیلی راحت. مثلا الان ما در بخش فقه مثلا میریم فقه حنفی، ببینید در فقه حنفی بیش از 85 کتاب هست. یک کلمه اینجا می نویسیم، مثلا می نویسیم وضو، سرچش میکنیم، ببینید سریع در کمتر از یک ثانیه چقدر برای شما اینجا آورد. همه این مسائل رو میتونید تک تک اینجا بررسی بکنید. پس دوستان برن از این کتابخانه استفاده بکنن و دنبال شبهاتی که روافض مطرح میکنن نگردن.